بهش میگیم سیتا اسلو. اومدیم توی منطقه تماما ویلایی، یه لوکیشن دنج درجه 1 که خیلی حرفا واسه گفتن داره. شروع قیمت هر واحد ویلایی توی این لوکیشن حداقل از 400-500 هزار پوند شروع میشه، یه چیزی حدود 30 میلیارد. یه واحد براتون آوردم زیر قیمت استثنایی، کیفیت ساختش بی‌نظیر، حرف نداره، روف تراس شخصی خودش رو داره با حیاط اختصاصی، خیلی حرفا واسه گفتن داره. یه واحد 3 خوابه تمام عیار ایرانی پسند، متراژ درجه 1. فضای پذیرایی و نشیمن رو داریم اینجا که کامل برای یه خانواده 5 نفره طراحی شده. پشت سرمون اینجا داریم فضای نشیمن رو میبینیم و ناهارخوری که کامل از این فضای نشیمنمون جدا شده. خیلی نقشه ایرانی پسند و دلبازی رو داره به نسبت ویلاهایی که من توی قبرس کلا دیدم. این نقشه خیلی به دلم نشست به خاطر اینکه از آشپزخونه و سالن پذیرایی و ناهارخوریش هم به حیاطش راه داره. یه سرویس بهداشتی مهمان رو اینجا داریم توی طبقه همکف و یه آشپزخونه غرق کابینت کامل ایرانی پسند، چیزی که واقعا عشق و علاقه یه خانم ایرانی رو نسبت به این واحد نشون میده. شرکت سرمایه‌گذاری کارگر